سلام و درود بر همراهان همیشگی. خوش آمدین به یکی از داستان‌های دیگر. داستان امروز در مورد قرض است. دو دوست به نام‌های سام و مایک در حال مسافرت در اتوبوس بودند. ناگهان اتوبوس توقف کرد و یک دست راهزنان وارد اتوبوس شدند. راهزنان شروع به غارت کردن مسافران کردند. آنها شروع به گرفتن ساعت‌ها و اشیاءهای قیمتی مسافران کردند. ضمناً تمام پول‌های مسافران را نیز از آنها می‌گرفتند. سام کیف پول خود را باز نمود و $20 از آن بیرون آورد. او این $20 را به مایک داد. مایک پرسید: چرا این پول را به من می‌دهی؟ سام جواب داد: یادت می‌آید هفته گذشته وقتی من پول نداشتم تو به من $20 قرض دادی؟ مایک گفت: بله یادم هست. سام گفت: من دارم پولت را پس می‌دهم. خاتمه داستان. تشکر از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.